خسته نباشید. خیلی خوش آمدید. زنده باشید. خیلی ممنون. پدر و پسر خوش آمدید. زنده باشید. چه کار میخواید بکنید؟ ما کاری که انجام نمیدیم. این بچه 2 سال و نیم سنشه که از سن 1 سال یعنی 10 ماهه از ارتفاعات میرفت بالا. مثل همه پدر مادرها که دست بچه‌شون رو میگیرن از کنار خیابون رد میشن. بچه‌ها کرکرهای مغازه شبکه‌ای هستش. میرن بالا. دیوار صاف میره بالا. تقریبا. تو هم بهش میگفتی قربون دست پای برخلاف همه پدر مادرها که نکن و نرو، ما بهش این پاهنه میدادیم که بره بالا. که الان هم دیوار راست میره. 15 ماهگی از شبکه استان اومدم. کدوم استان؟ از استان گیلان، شهرستان سومسرا. گیلان. به ماشاءالله. شیمی قربان. مخلصی. کی بالا میسر. تمام شمالی ها آبی به رنگ دریا هستن به نظر من. چشاتون قشنگه. فرید صحبت میتونه بکنه؟ تا حد نصابی هر حال. فرید جون خودتو معرفی کن. اسم چی؟ اسمتو بگو. فرید. چیکار میخوای بکنی عمو؟ آقا بذار من ازش بپرسم. دیوار صاف میرم بالا. وایسا. آقا بده من این لوله گاز میخوام برم بالا. دیوار راست میخوای بری بالا؟ آره. میتونی مگه؟ بلدی؟ ببین فرید بگو طالبی. چه بچه جالبی. میخوای بری کارتو انجام بدی؟ دست بده. پول منم پس بده. به افتخارش دست معطب بزنیم بره کارتو انجام بده. آقای حسین پور ببینیم کار شما رو. بله بفهم کار انجام. آفرین اجازه بدید اینجوری نمیشه. آقا چیکار میخوای؟ آقا نبری بچه مردمو. آقا شاید بترسه. خب این بچه کوچک هنرمند و پارازیت نفرست. امتیاز تشویق کنید خیلی